سلام و وقت بخیر. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید حاکمیت یک گروه استبدادی کوچک دینی و تنظیمی قابل قبول نیست و افزوده است که در نشست با زلمه خلیزاد موقف جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه با صلح یک بار دیگر تصریح شد. شورای عالی مصالحه ملی میگوید دکتر عبدالله، حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و شمار 33 دیگر فردا به هدف شرکت در نشست مسکو عازم روسیه خواهند شد. قرار است نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان پس از فردا آغاز شود. 3 تن از محافظین بند پاشدار هرات شهید، 1 تن مجروح و 4 تنشان ربوده شدند. مقامات گفتند حمله کنندگان از سوی نیروهای امنیتی تعقیب و 5 تنشان کشته شدند. وزارت تحصیلات عالی میگوید در نتیجه حمله مسلحانه بر موتر پوهنتون بغلان به شمول دریور و 1 محصل، 2 تن شهید و 6 تن از استادان مجروح شدند. و جنبش حفاظت از پشتونها میگوید پشتونها در سراسر جهان به تاریخ 19 مارس در واکنش حمله نیروهای پاکستانی بر منظور پشتین 2 روز قبل نیروهای پاکستانی در شهر مانسهره بالای منظور پشتین حمله کردند.